یک عالم دین می گوید روز پیرزن نزدم آمد و گفت ای دوستی الله، برای من بگو اگر کسی را بخشیدن خواهی باید کدام دعای را بخوانی تا اینکه دلت بتواند این شخص را بخشیده؟ من گفتم مادر جان، تو چی گفتن میخواهی بگو گوش میکنم. گفت من 3 پسر دارم. پسر سیومم به دنیا نیامده بود که شوهرم وفات کرد. من به خاطر فرزندانم در خانه ماندم و شوهر نکردم. روز فرزندانم را جمع کردم و به آنها گفتم من بیمار شده ام، مرا طبابت لازم است. فرزند بزرگم گفت مادر، خرجات خانه من بسیار است. فرزند دومم گفت مادر، اگر همین طبیبی ملی خود را استفاده بریم بهتر از فکر میکنم. من به فرزند خردیم محبت بسیار داشتم، بنابراین امید آخرینم همین بود که شاید مرا طبابت خانه برده علاجم میکند. طرف فرزند خردیم نگاه کردم و گفتم فکر تو چیست؟ با من گفت مادر، من میدانم که تو از من امید بسیار داری، زیرا که کارها و تجارتهای من خیلی خوب است. ولی مادر، تو نمیدانی که من چقدر سخت مصروف هستم، وقتی خالی ندارم. این مادر میگوید پس از شنیدن این سخنهای فرزندانم من ناامید شدم و رفتم. بعد از چند مدت کسی آنها را نصیحت کرد و فهماند. هر 3 فرزندانم بخشش پرسی آمدند. 1 بار هم نه 100 بار آمدند. من هم آنها را بخشیدم. دارو و دوا هم میخرند برایم. بسیار علاج خوب هم کردند. من شفا یافتم. ولی از دل من آن سخنها فراموش نمی شوند، همان جمله هایی که فرزندانم گفتند به من. من جوانی خود را قربان اینها کردم. من برای اینها زندگی کردم. ای دوستی الله، برای من وظیفه یا این که دعای بگو که من پیش از وفاتم اینها را بخشم. همیشه فکر میکنم جمله که یکی از آنها به من گفته بود خرجات خانه من بسیار است، و دیگری گفته بود من بسیار مشغول هستم، وقت ندارم، از یادم نمی روند، چطور فراموش کنم؟ من بهار عمرم را برای اینها خزان کردم، اما اینها در یک لحظه از من روی گردانیدند. جگرم را پاره پاره کردند از غم. التماس برای من دعای بگو بخوانم تا که این جمله های اینها را فراموش کنم و اینها را ببخشم. این عالم گفت مادر جان، من برای تو چی دعا و وظیفه بگویم، در حالی که الله جل جلاله دل مادر را بسیار نرم و خیلی بزرگ آفریده است و تو فرزندانت را روزی می بخشی و از آنها راضی می شوی. برادران عزیز، وقتی که با مادر و پدرهایمان صحبت می کنیم باید از حد زیاد احتیاط کنیم، زیرا اینکه در یک سخن ناجا و خطای ما آنها اینقدر سخت می رنجند و اینقدر غمگین می شوند که ما اصلا گمان کرده نمی توانیم. یک سخن ناجا را می گویی و خودت اهمیت نمی دهی. می روی همراه زن و فرزندانت خواب می کنی، ولی شب دراز پدر و مادرت را با غم مبتلا می کنی. خصوصا در وقت پیرانسالی بسیار دلهایشان نازک می شود. الله مهربان ما و شما را توفیق دهد که به این گفته ها و شنیده ها عمل کنیم. این نوار را نشر کنید، شاید که در دل کسی تأثیر کند و در ثواب شریک شوید. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سننسى جراحا بروح